در خدمت زیباجوی عزیزمون هستیم. در حال حاضر 6 ماه از کاشتشون گذشته و نتیجه‌ای که تا الان حاصل شده یک پوشش خوب، یک تراکم عالی. یکی دو تا نکته که خیلی مد نظر ما هست. اول از همه خط رویش طبیعیه که همینطور که می‌بینیم به این شکل اجرا شده با یک تراکم خوب کاملا طبیعی. و یه نکته خیلی مهم دیگه که هست که کمتر بهش توجه میشه، ترمیم بانکه که می‌بینید ایشون تازه اصلاح هم کردن و کامل یه سایه قشنگی هم انداختن. اثری از ناحیه برداشت پشت سرشون نمی‌بینیم. همه چیز خوب و عالی تا اینجای کار. و نکته آخرم این که هنوز 6 ماه از کاشتشون گذشته و تا چند ماه آینده انتظار اینو داریم که تراکم دهی و چه از لحاظ تعداد چه از لحاظ ضخامت نوها بهتر از این رو هم انشالله ببینیم تا نتیجه نهایی که 1 سال از کاشتشون باید بگذره.